بابا ایشان من 5 وقت نمازم را با جماعت میخوانم، عائله‌ام قرآن خوان است، خودم نه. آیا درست است که در نزد عائله‌ام سبق گیرم؟ آره دادر عزیز، نور علی نور میشه. پیش سبق گیر، روزانه کار سبق گیر. با اون کار برد و ضرر ندارن، و هم سبق حسابه. شما شب سبق دیم و شما رو سبق دیم این طرف خلصان چوید. بسیار خوب میشه دادر عزیز خانید. این فرم داره پیشی هر کسی میخونید. من برای این گفت گفتم کدام بود یک آدم ساده و من مکتوب نوشته که کدام ملا گفته که اگر کسی پیش دینش بخواند، اینو قرآن خوان در پیش دینش خانم ملا شود دیگه حق نداره که دینش خامخوابگی کنه و استاد میگه ایرو تو سیاه کاری گفتم که تاوید ام ملا تا ضرر نداره بچه بچه خوش رو خواه خدا میگه دیگه استاد کشی حرمتش کن نه؟ بابا ایشان من یک مخلص دائمی شما هستم، یک سوال دارم. بعضی ملاها میگویند که روز چهارشنبه و یکشنبه باید به زن خود خانه‌داری نکنی. التماس جواب درستش را گویید. اگر مخلص من باشی در این با من چند بار پیشتر هم گفته بودم. اما خیلی چی هنر نداره خود هم گفت هر ملا رو بدل کنه. او همسری خودت از چی کار داره ملا دسته؟ چهارشنبه میکنی پنجشنبه یک لازم اگه شبیه جمعه خوشش نمیگه به فرای خواهد همه شبیه یک شنبه میکنه باید درست نیست. این گفت قطع است دادر عزیز. باور کنید اسلام به این گفت ها نیسته. فقط هم ملای میگه اونها حقیقت اسلام رو نمیدانند. اونها هم اسلام عزیز هم مسخره کردن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدن که ماذا یحل لی من امرأتی؟ پیغمبر بزرگوار همسری من برای من گذاشت حلال است. حضرت همه جاش برای حلال است. هر وقتی که میخواید پیش خانه‌داری کن برای حلال است. ببینید همه جاش برای حلال است. همه جاش فهمیده؟ یک خیلی همه ساده هم با میره گشت میپرسن باشه هم که کنیم چه میشه خود این خدا کردن چه میشه آیا سادی بند نشه وقتی عصری بسیار شدی سیدن آقا کافر ما رو میخندن مسلمان ها حقی موندن بودن برای همه اجزن من رسول اکرم پرسیدن صحابه که ماذا یحل لی من امرأتی؟ از همسری من براش کجاش حلال است برای من؟ حتی همه جاش برای حلال است. او خدا رحمت کنه آدمای قدیم شیخ بودن خدا رحمتشان کنه آدمای خوب بودن. گپای اوی در 4 کتاب هستن. یا 4 کتاب بکر من یک وقتا میخوندم و همه خدا رحمت کنه می از صاحب 4 کتاب من هر کجا نکنه راستای دروغ است فلان شب ما درست نیست و فلان شب عید کنی شخص چلیکی میشه هم بیشاره خودش همه رو زنگ که خرافت نداشته و همه هر چی رو بانه کرد نمیشه در کتاب بود که زمین کش میکنه زمین خودت از بالا چوف کار پایان بیایی از این طرف چوف کار بالا میری یا کار خود کردن گرفتی بیچاره ملا خدا رحمتش کنه. بابا ملا بو خودت هنر ندارم ما را من نکن همه خیلیش بیم. عرق مکروه است یا حرام؟ دادر عزیز عرق حرام است. کسی او را حلال میداند کافر میشود. کسی او را شفا گوید او خطا کرده است. کسی گوید که او برای انسان فایده دارد این هیچ فایده ندارد. آره فایده او رو قرآن بیان میکند همین یک لحظه شادی. پیغمبر خدا عرق خورا رو کافر گفت است. من نگفتم لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن. پیغمبر خدا فانها ام الخبائث عرق مادری تمام پلیدی ها گفتی است. پس موندی عرق خور حرام بده. فتوا رو میگه من نمیدونم دادر عزیز باید خفانش رو عرق رو از خفانش رو من پرواز ندارم خدا من از اونم عرضی محتاج میکنه. پس موندی عرق نوش حرام است. حتی عرق بدنش هم حرام است. باور میکنی فتوا رو میگه که عرق نوش شبخواه رفت و عرق کرد بدنش کرتش از عرقش تر شد یا پراستین جای خواب تر شد حواظ این نماز است باید نماز خواب نمیشه. خوب ایزا کشن عرق رو حکومت ما حکومت دنیوی است گفته قانونهای ما قانونهای پارلمانی است گفته ما حق نداریم حکم خدا رو پنهان کنیم. ما حکم قرآن و حکم اسلام رو میگوییم. کسی که پیروی پارلمان است کارشو کردن گیرد. ما برای مسلمان ها میگیم مسلمان و احتیاط کند. در که این پارلمان ها این حکومت دنیایی ها هیچ کدام در قبر به اونها فایدهش نمیرسد.
هیچ کدام این روز قیامت حجت نمیشود. عرق خورا گوید خدایا دولت ما دنیوی بود بنابر ما عرق خوردن مجبور بودیم. این سند نمیشود. ولی با بارگاندن تایید پر اسیز گفتیم مزدک این عرق خورا. ولی خشنه تسلی دادن گیرن به سبب منصبای دو روزشان چنان مغرور میشن خیال میکنن که چگونه دنیا در اختیار مونه 4 ملیسه کتی قبرم در اختیار ماست. خیال میکنن که قیامت هم در اختیار من. نه عزیزی من فریب خوردی استادی. تو در همین منصب بود همون روزه که از کار فرمانی گرفته بود برآمد قدر نگاره دیگه است. حالا کدوم طرف چیسته؟ جوانای عزیز من به همه شما عاشقان مدرسه محمدی باز خواهش میکنم که از کشیدن ناس و پدراز خداتان نگه دارید. دندانهای چون پخت سفید خود چون صدف زیبای خود علتی نکنید، ضرب نکنید، دهان خوشبوتانه بدبو نکنید. خانه ناسی و باششگاهی کرگس‌های کیست. شما جای آدم ناسکش تاریخ ایزه که باید بیاید تنگیسه رو چند جا توف کرد یا رنگی چیزی کرگسه بونید. السلام علیکم بابایشان. از رشتک کشی پسر همسایه که کفتر بازی میکند بداد آمدم. بابایشان کفتر بازی چه حکم دارد؟ یک دو ملا را پرسیدن جواب عمیق نگفتند. کفتر بازی عزیزان ما یک بازی بیهوده است. یک بازی است که نه به سلامتی فایده دارد، نه روح آدم خرسند میکند، نه ارگانیزمی سال آدم به قوت میکند. یک بازی بیهوده است. همه آدمی زیبا اتفاق یا پرنده که کرد بیده گردد این شرمندگی بگویی. آدم هوشیار این کار نمیکنه مثل دیوانه هوشیار است کنه. باز بالا این شمس‌الدین ذهبی در باب لواطت فصل لواطت داره در باب گناهی کبیره. حضرت میگه 7 چیز 7 کار است که در بین مسلمان ها رواج یافته است از از کارهایی است که قوم لوط میکردند. یعنی میراث قوم لوط است. کامل تو میدونه؟ میدونه؟ ولی امریکا دو با امریکا اروپا دو گلوبایا گلوبایا رو قوم لوط میگم شم. 7 چیز از میراث اونها. خوب این گفت من اسم شمس‌الدین ذهبی است. این در قرطبی هم است تفسیر قرطبی دارم. سوره اعراف تفسیرش ده ولوطا اذ قال لقومه ده. یکی از اونها را حضرت میگن که بازی کردن با کفتر بازی کردن فشفش کردن این میراث است که از همون کنتهای قوم لوط مونده. دوم عزیزان من سگ بازی یا سگ جنگ بازی میکنن تو سگ میبرن جنگ میاندازن. این هم از اونها موندگی است. پیغمبر خدا جنگ انداختنی دو حیوان است. خواه سگ است خواه کشکار است خواه بقه است این نکرد دیگه است. من سگار جنگ منده چگالی دله بی دایره ورزا میگن هم خیلی کسلمنده هستن. اگر اویار کویت هم بشید همون گمولوی هستن. گمولوی جلوبوی هست. سنگ جنگ اندازی کشکار جنگ اندازی کبوتر بازی باید چی بود؟ خیلی همین در خروس جنگ اندازی. به هر حال 7 نوع بازی است که فقها این منع کردیند. برای مسلمان لایق نیست که به اونها تقلید کرده کنند. بابایشان چشم زدن چشمی زخم راست است یا نه؟ این چشم کردن راست است دادر عزیز. چشم العین حق، چشم کردن این حق است. رسول اکرم گفتن ان العین لا يدخل الرجل القبر والجمل القدر. چشم است گفتن که بسیار آدمای زیبا را داخل قبر میبرد. چشم است گفتن که بسیار مالهای زیبا را دزد میاندازد. اما بعضی از ما میگه آدمی چشمدار جنازه کده کدا باید جوشته آدم یا مصیبت همین سوال داد منن که باشه میگن که آدمی که چشمش گنده باشه به خاطر دفع چشمش روی در خواب و جنازه کردن در کار. همه آدمی در خوابش نه کف دست و پاش بنده تابوت کنشه جنازه خانه بزرگی هست همین میتر چه گفتون چشکی داشته باشه.